بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز پایه هشتم با حل نمونه سوالات مهم فصل 6 علوم هشتم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از سوالات جای خالی شروع میکنیم. سوال 1: هورمون ها ترکیبات شیمیایی خاصی هستند. این تعریف هورمونه. هورمون ترکیب شیمیایی خاصی که به مقدار بسیار کم هستش که در داخل خون ترشح میشه و از طریق خون خودش رو میرسونه به اندام یا اندامهای هدف که قرار هورمون رو اونا تأثیر بگذاره. سوال 2: هورمون رشد از غده‌ای که به نام هیپوفیز هست و در زیر مغز قرار داره ترشح میشه. هورمون رشد. سوال 3: به صفاتی که در دختران و پسران در اثر هورمون‌های جنسی بعد از بلوغ ایجاد میشه بهش میگن صفات ثانویه جنسی. مثلا در مردها در آوردن ریش، بم شدن صدا، اینا از صفات ثانویه جنسی که در مردها در اثر هورمون‌های جنسی بعد از بلوغ ایجاد میشه. سوال 4: غدد جنسی در مردان بیضه ها هستند و در زنان تخمدان ها. اینا غدد جنسی هستن که در دو جنس مختلف وجود داره. تمام غده های بدن مردها و زنها شباهت دارن غیر از این دو غده. سوال 5: غده هیپوفیز که ترشح بعضی از هورمون ها رو کنترل میکنه. یکی از وظایف غده هیپوفیز طبق سوال 2 ترشح هورمون رشده، اما وظیفه دیگه ای هم داره، اونم این که بعضی از غدد رو کنترل میکنه که حالا در ادامه میگیم، مثل غده تیروئید، مثل غدد جنسی، غدد فوق کلیه، اینها رو کنترل میکنه. خودش هم تحت نظارت مغز قرار داره. خود غده هیپوفیز هم کنترلش تحت نظارت مغز قرار داره. سوال 6: در شکل مقابل به کدوم غده اشاره شده؟ اینجا ناحیه حنجره هستش که میبینیم و این غده‌ای که در این شکل هستش که میبینیم، این غده اشاره داره به غده تیروئید که در زیر حنجره در ناحیه گردن قرار داره. سال 7: درست بودن یا نادرست بودن عبارت‌های رو مشخص کنید. غده تیروئید در تنظیم مقدار قند خون نقشی ندارد. این جمله درسته. وظیفه غده تیروئید تنظیم سوخت و ساز بدن. قند خون تنظیم کردنش کار غده تیروئید نیستش، کار غده لوزالمعده یا پانکراس هستش. خب سال 8: هورمون ها همیشه فعالیت اندام هدف را افزایش میدهند. وظیفه هورمون ها این هستش که فعالیت اندام هدف رو تنظیمش میکنن. تنظیم کردن یعنی یا کاهش یا افزایش. پس ممکنه بعضی وقتا کم کنن کار غدد رو، بعضی وقتا ممکنه کار چیز رو زیادش کنن. سال 9: در هنگام روزه‌داری تولید گلیکوژن در کبد افزایش می‌یابد. این جمله غلطه. دلیل غلطش هم اینه که وقتی ما وقتی گرسنه هستیم، کبد گلیکوژن اضافهش رو تجزیه میکنه، تبدیلش میکنه به گلوکوز که قند خون بیاد بالا. پس تو هنگام روزه‌داری تولید گلیکوژن تو کبد افزایش پیدا نمیکنه، کاهش پیدا میکنه. یا میتونیم بگیم که تجزیه گلیکوژن در کبد افزایش پیدا میکنه. به دو شکل ما میتونیم این رو درستش کنیم. سال 10: هورمون غده تیروئید در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاری میشه. درسته. هورمون غده تیروئید کاری که انجام میده باعث تنظیم سوخت و ساز بدن میشه. وظیفه دیگه‌ای که داره اینه که در خردسالی باعث رشد اندام ها به ویژه مغز میشه و در بزرگسالی هم باعث افزایش هوشیاری میشه. سال 11: هورمون انسولین باعث افزایش قند خون میشه. جمله غلطه. هورمون انسولین هورمون کاهنده قند خون هست، پس باعث کاهش قند خون میشه. سال 12: غده‌ای که در شکل مقابل میبینیم هورمون رشد ترشح میکنه. غده‌ای که ما در اینجا داریم میبینیم غده لوزالمعده هستش. غده لوزالمعده هورمون رشد ترشح نمیکنه. دو تا هورمون ترشح میکنه، یکی انسولین هستش، یکی هم گلوکاگون. انسولین کاهنده قند خون، گلوکاگون افزاینده قند خون.
کلمات مرتبط رو میخوام به هم وصل کنیم. تنظیم سوخت و ساز بدن وظیفه غده‌ای هستش به نام غده تیروئید که این کار رو بر عهده داره. ایجاد صفات ثانویه جنسی از وظایف غدد جنسی هستش. در مردان بیضه ها، در زنان تخمدان ها وظیفهشون ایجاد صفات ثانویه جنسیه. کاهش قند خون و افزایش قند خون از وظایف غده پانکراس یا لوزالمعده هست. تنظیم مقدار کلسیوم خون به عهده غده پاراتیروئید هست که این کار رو انجام میده و کمک به بدن در شرایط ناراحتی فوت عزیزان از وظایف هورمون‌های غده فوق کلیه هستش که این کار رو در شرایط حساس به کمک بدن میاد. اینجا غده هیپوفیز زیاد گذاشته شده. سوالات تستی. سوال 18 تنظیم وضعیت عمومی بدن در شرایط دشوار جسمی و روحی وظیفه هورمونی هستش که از غده فوق کلیه ترشح میشه. سوال 19 هورمون غده جای خالی با تاثیر بر روی یافت‌های جای خالی باعث افزایش جای خالی در خون. خب ما یکی یکی قرار میدیم. هورمون غده اولیش اگر باشه هورمون غده پانکراس یعنی همون انسولین و گلوکاگون با تأثیر بر روی یافته‌های کبد باعث افزایش گلوکوز در خون میشن. خب بله میتونه بشه. هورمون غده پانکراس که مثلا همون گلوکاگون بر روی یافته‌های کبد اثر میذاره باعث افزایش گلوکوز میشه. این درسته. بقیه‌اش رو تست میکنیم. هورمون غده تیروئید با تأثیر بر روی کبد. تیروئید بر روی کبد اثر نمیگذاره. هورمون غده پاراتیروئید با تأثیر بر روی یافته‌های پانکراس. پانکراس غده هدف پاراتیروئید نیستش و پانکراس بر روی کبد اثر میذاره باعث افزایش انسولین در خون میشه. انسولین در خون زیاد نمیشه باعث افزایش قند میشه یا قند یا کاهش قند. پس تنها جمله‌ای که اینجا درسته همون جمله اوله. غده‌ای که باعث افزایش میزان کلسیوم خون میشه کدوم قسمت بدن قرار داره؟ کلسیوم خون به عهده پاراتیروئید. پاراتیروئید در پشت تیروئید. تیروئید هم که در ناحیه گردن هست در زیر حنجره ناحیه گردن یعنی که زیر مغز و بالای کلیه ابتدای روده باریک نیستش. پس میشه همون در ناحیه گردن. سال 21 ماندگاری و سرعت پیام هورمونی در مقابل با پیام عصبی. ماندگاری پیام هورمونی بیشتر هستش زیادتره اما سرعت پیام هورمونی در مقایسه با پیام عصبی کمتر هست. سرعتش کمتر ماندگاریش بیشتر هست. کدام یک از غدد زیر توسط هیپوفیز کنترل نمی شود؟ غدد جنسی کنترل میشه، غده فوق کلیه هم کنترل میشه، تیروئید هم کنترل میشه اما لوزالمعده توسط غده هیپوفیز کنترل نمیشه. هورمون غده پاراتیروئید بر روی کدام یک از اندام‌های زیر تاثیرگذار نیست؟ هورمون غده پاراتیروئید باعث افزایش کلسیوم میشه. برای همین رو کلیه ها اثر میگذاره نمیذاره که کلسیوم از طریق کلیه ها و از طریق ادرار دفع بشه. رو روده اثر میگذاره نمیذاره که از طریق مدفوع این کلسیوم خون دفع بشه. روی استخوان هم اثر میگذاره باعث میشه که کلسیوم اضافه به داخل خون در ترشح بشه، ذخیره کلسیوم اضافه ذخیره بشه. تنها جایی که غده پاراتیروئید روش اثر نمیذاره غده کبد هستش که روی این تاثیرگذار نیست. سوالات کوتاه پاسخ. وجود کدام عنصر در ساخته شدن هورمون‌های تیروئید ضروریه؟ عنصری که نیاز هستش که غده تیروئید داشته باشه عنصر یود هست که این عنصر از طریق خون گرفته میشه و اگر یه موقع یود در داخل خون کم باشه تیروئید فعالیت زیادی انجام میده که اون به دست بیاره. برای همین غده تیروئید بزرگ میشه، یه بیماری میشه بهش میگن بیماری گواتر. سال 25 یافته‌های کبد گلوکوز اضافی خون رو چه صورتی ذخیره میکنن؟ یافته‌های کبد گلوکوز رو تبدیلش میکنن به صورت گلیکوژن. به صورت گلیکوژن ذخیره میکنن. اگر که کبد دیگه جا نداشت که به صورت گلیکوژن ذخیره کنن به صورت چربی گلوکوز اضافی رو تو ماهیچه ها ذخیره میکنند. حالا اینم میتونستیم بگیم. سال 26 هورمون رشد از کدام غده ترشح میشه؟ محل ترشح هورمون رشد به غده هیپوفیز هست که در زیر مغز قرار داره. سال 27 تنظیم ترشح هورمون‌ها از طریق کنترل ترکیب خون توسط غدد چه نامیده میشه؟ ما گفتیم که غدد خودشون میتونن بر اساس ترکیب خون تنظیم بشه هورمونشون. مثلا فرض کنید غده لوزالمعده
اگر که میزان قند خون بالا باشه، خود سلول‌های لوزون بده میفهمن انسولین ترشح میکنن یا برعکسش گلوکاگون ترشح میکنن. این عمل رو بهش میگیم خودتنظیمی. خودشون بتونن خودشون رو تنظیم کنن بر اساس ترکیب خون. سال 28 نحوه عمل هورمون رشد رو توضیح بدید. هورمون رشد میاد اثر میگذاره رو استخوان‌ها، رو قسمت قضروفی استخوان که اصطلاحاً بهش میگیم صفحه رشد. باعث میشه که قد ما افزایش پیدا کنه. جای دیگه ای که اثر میگذاره، تاثیر میگذاره رو استخوان‌ها دوباره. این بار باعث افزایش جذب کلسیم در استخوان میشه و همچنین رو استخوان اثر میذاره، باعث تولید سلول‌های خونی میشه. پس جایی که هورمون رشد اثر میگذاره کلا رو استخوانه، یا رو بخش قضروفی استخوان، یا رو استخوان اثر میگذاره که کلسیم جذب بشه، یا رو استخوان قسمت مغز استخوان اثر میگذاره که سلول‌های خونی تولید بشن. سال 29 اصطلاحات زیر رو تعریف کنید. هورمون تو سال 1 هم داشتیم. هورمون ترکیبات شیمیایی خاصی هن که از یه غددی بهش میگیم غدد داخلی در داخل خون ترشح میشه، روی اندامهای خاصی به اسم اندام هدف هم اثر میگذاره. پس اندام هدف هم مجموعی از سلول ها هن که نسبت به یک هورمون حساسند. جای خالی نمودار مقابل تنظیم کنید. تو اینجا توی تنظیم قند خون هست. ببینید قند خون باید در حالت طبیعی باشه. خب حالا اگر که ما در حالت اول وقتی که ما غذا بخوریم، در هنگام غذا خوردن چه اتفاقی میفته؟ غذا که میخوریم باعث میشه که قند خون ما افزایش پیدا کنه، باعث افزایش قند خون میشه. افزایش قند خون لوزالمعده رو تحریک میکنه. لوزالمعده میخواد که این قند خون کاهش پیدا کنه، برای همین هورمون کاهنده قند خون به نام انسولین رو ترشح میکنه. انسولین رو سلول‌های کبد یا یافته‌های مایچه‌ای اثر میگذاره. رو سلول‌های کبد و یافته‌های مایچه‌ای که اثر گذاشت باعث میشه که گلوکوز به صورت گلیکوژن در کبد و یا به صورت چربی توی یافته‌های مایچه‌ای ذخیره میشه. قند خون برمیگرده حالت طبیعی، دور قند خون میاد پایین. حالا برعکسش، وقتی که قند خون طبیعی هستش یه دفعه گرسنه میشیم، در مواقع گرسنگی چه اتفاقی میفته؟ این بار باعث میشه که قند خون کاهش پیدا کنه. کاهش قند خون دوباره لوزالمعده رو تحریک میکنه. لوزالمعده که تحریک شد، این بار هورمونی باید ترشح کنه لوزالمعده که باعث افزایش قند خون باشه. این هورمون افزاینده قند خون اسمش هست گلوکاگون. گلوکاگون دوباره میاد روی یافته‌های کبد اثر میگذاره. گلیکوژنی که توی یافته‌های کبد ذخیره شده بود این بار به صورت گلوکوز آزاد میشه، باعث میشه که قند خون بیاد بالا. پس ببینید اینجا رو بهش میگن خودتنظیمی. چه قند خون بالا باشه چه قند خون پایین باشه، خود لوزالمعده بر اساس ترکیب خون این رو تنظیم کرد. علت ایجاد دیابت بزرگسالی. ما دیابت داشتیم، دیابت جوانی. دیابت جوانی کسایی که در سن شما هستن، نوجوان هستن، اگه داشته باشه معمولا اینها دیابتشون جنبه ارثی داره. اما دیابت بزرگسالی در سنین بالا 3 تا دلیل داره. یکی از دلایلش چاقیه. چاقی باعث دیابت میشه، ایجاد دیابت میشه. یک دلیل دیگهش عدم تحرک هست. فعالیت بدنی کسی نداشته باشه، این فعالیت بدنی نداشتن باعث ایجاد دیابت بزرگسالی میشه. سومین دلیلش هم خوردن بیش از حد کربوهیدرات و چربی. کربوهیدرات و چربی مصرف کنی، تحرک نداشته باشی، چاق میشی، دیابت بزرگسالی میگیری. این 3 تا دلیل ایجاد دیابت بزرگسالی هست. سال 32 صفات ثانویه جنسی رو تعریف کرده. 2 تاشون در مردان نام ببرید. صفات ثانویه جنسی تو سال قبل هم داشتیم. صفاتی که پس از بلوغ و در اثر ترشح هورمون‌های جنسی ایجاد میشه بهش میگیم صفات ثانویه جنسی. به عنوان مثال بم شدن صدا در مردان یکی از این صفات ثانویه جنسیه. یکی دیگه هم رویش مو در صورت، این یکی دیگه از صفات ثانویه جنسی که در اثر ترشح هورمون ها ایجاد میشه. سال 33 چرا قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط استرس و فشار روحی برای بدن خطرناک؟ وقتی ما توی این شرایط قرار میگیریم قلبمون تندتر از حالت معمول کار میکنه. مثل وقتی که شما ترسیدی قلب تون میزنی که میخوای فرار کنی، یا در شرایط هیجانی. اگر کسی تو این شرایط زیاد قرار بگیره به قلبش فشار وارد میشه،
در صورت ادامه باعث ایست قلبی میشه. معمولا اگر تو این شرایط باشید به صورت خودکار، به صورت خودتنظیمی بدن ما کنترل میکنه که مشکل رفع بشه. اما اگر زیاد قرار بگیرید خطرناکه، باعث سکته قلبی میشه. امیدوارم که مطالبی که گفتم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برای امتحانات و درس هاتون انشالله آماده بشید. موفق باشید. با ما همراه باشید در سایت دانشپسند.ir. خدا نگهدار شما.